Hello everyone, welcome to another video with Zizi. Hope y'all doing great. سلام دوستان، به چنل انگلیسی با زیزی خوش اومدید. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخش 3A. هدلاین این درسمون هست America, the good and the bad. یعنی چی؟ یعنی آمریکا، کشور آمریکا، خوبی ها و بدی ها. Advantage and disadvantage. مزیت هاش حالا یا معایبش. Pros and cons. باز هم به همون معنی هست. قسمت اول گفته که It rains a lot here. یعنی چی؟ باران در اینجا زیاد میباره. It rains. باران میبارد. A lot به معنی خیلی زیاد. Here هم که به معنی اینجا هست. اینجا بارون زیاد میاد. Yes, but it doesn't rain every day. بله، ولی باران نمیبارد هر روز. بله، ولی هر روز بارون نمیاد. It doesn't rain یعنی بارون نمیاد. Every day هم که به معنی هر روز هست. حالا ببینیم تو این درس چیا قراره یاد بگیریم. در بخش گرامر قرار simple present رو یاد بگیریم. در بخش vocabulary قرار چندین verb phrase رو یاد بگیریم یا عبارات فعلی. و در بخش pronunciation هم تلفظ اس سوم شخص رو قرار یاد بگیریم. قسمت اول vocabulary verb phrases. vocabulary لغات، verb phrases یعنی عبارات فعلی. گفته listen and match the sounds and verb phrases. چند تا عبارت داده به ما اینجا. drink water, drink water, drink water به معنی آب خوردن هست. یه عبارت فعلی هست. یعنی این دوتا کنار هم بیان این معنی رو میدن. شاید به صورت جدا بیان یه معنی دیگه بدن. drink water به معنی آب خوردن. play the guitar, play the guitar, play the guitar به معنی گیتار زدن، گیتار نواختن. like animals یعنی دوستدار حیوانات بودن یا حیوانات را دوست داشتن. like به معنی دوست داشتن، animals هم که معنی حیوانات هست. speak German یعنی آلمانی صحبت کردن. و شماره 5 watch TV یعنی تلویزیون تماشا کردن. و بخش بعدی گفته صفحه 153 بریم و در بخش vocabulary bank یه سری verb phrase یا گروه فعلی دیگه ای رو قرار آموزش ببینیم. با هم میریم صفحه 153. دوستان صفحه 153 گفته match the verbs and photos. match کن یعنی به هم وصل کن یا حالا ربط بده افعال و عکس ها رو. یه سری عکس داریم که زیرش توضیح نوشته شده و همه اینا با یه دونه فعل کامل میشن. درسته؟ حالا ما باید این فعلا رو پیدا کنیم و به عکس ها ربطشون بدیم. اولی cook number 19. حالا من نمیتونم بیام پایین صفحه چون مطلب نوشتم اینجا. cook dinner به معنی شام پختن، غذا پختن هستش. با فعل do چه چیزهایی میاد؟ number 14 do housework یعنی کارهای خونه رو انجام دادن. و number 24 do homework که من این بالا نوشتم یعنی تکلیف انجام دادن. معمولا تکالیف مدرسه رو با do میگیم. I do my homeworks. I do housework every day. هر روز کارهای خونه رو میکنم. I do yoga یعنی یوگا انجام دادن. و فعل بعدی با عکس شماره 17 مچ میشه. drink water یعنی آب خوردن. فعل drive با عکس شماره 23 مچ میشه. drive a car یعنی یه ماشینی رو روندن. I drive my car to my work یعنی تا سر کارم ماشین میرونم. عکس شماره 18 فعل eat vegetables یعنی سبزیجات خوردن. فعل بعدی go to the movies یعنی سینما رفتن هستش. توی بریتانیا سینما رو همون سینما میگن ولی توی آمریکا به سینما میگن movies. go to the movies بریم سینما. number 9 هستش این عکس. و بعدی have a garden یعنی یه باغچه‌ای داشتن. یه باغچه‌ای رو سر و سامون میدم. مثلا دارم برای خودم و سر و سامونش میدم. I have a garden in my yard. توی حیاتم یه دونه
باغچه دارم. پس number 3 عکس شماره 3. بعدی like فعل like به معنی دوست داشتن با عکس شماره 8 مچ میشه. like animals I like animals من حیوونا رو دوست دارم. do you like animals شما یا حیوونا رو دوست داریم؟ و فریز بعدیمون هست listen to music به معنی به موسیقی گوش دادن با عکس شماره 11 مچ میشه. بعدی live in an apartment یعنی توی آپارتمان زندگی کردن در یک آپارتمان که با عکس شماره 6 مچ میشه. شماره بعدی need a new phone یعنی احتیاج داشتن به یک تلفن جدید. شماره 22 عکس شماره 22. بعدی play the guitar یعنی گیتار زدن که عکس شماره 15 هست و play tennis به معنی تنیس بازی کردن که عکس شماره 12 هست. و فریز بعدی read a book یعنی خواندن کتاب یا کتاب خواندن عکس شماره 7. بعدی say sorry معذرت خواهی کردن شماره 16. و بعدی speak German به معنی آلمانی صحبت کردن عکس شماره 5. study history یعنی تاریخ خواندن یا مطالعه تاریخ. حالا رشتت تاریخ باشه هم میتونه کاربرد داشته باشه عکس شماره 4. take an umbrella عکس شماره 13 و به معنی برداشتن چتر هست. want a coffee یعنی قهوه خواستن دلم قهوه مثلا میخواد. عکس شماره 1 هست که خودش نوشته. و عبارت بعدی watch TV به معنی تماشای تلویزیون هست عکس شماره 10. بعدی wear glasses یعنی عینک زدن عکس شماره 21. و آخری هم work in an office یعنی توی یک اداره یا شرکتی کار کردن عکس شماره 2. خب عبارات فعلیمون تموم شد. امیدوارم حتما کار کنید و چک کنید دوباره تا دایره لغاتتون افزایش پیدا کنه. میاد کلمه رو به ما میده و میگه که یه فریز براش بسازی، عبارت فعلی براش بساز. حالا ما با هم یه تمرین کنیم ببینیم که میتونیم بگیم یا نه. TV برای TV چه فعلی می آوردیم؟ watch TV right? watch TV 2 the guitar برای گیتار چه فعلی می آوردیم دوستان؟ حدس بزنید توی این چند ثانیه. play می آوردیم درسته؟ play the guitar یعنی گیتار زدن. play the guitar 3 water برای water چه فعلی می آوردیم؟ یا آب. drink water right? I drink water یعنی آب خوردن. drink water 4 to music یعنی به موزیک یا به آهنگ. چی می آوردیم براش؟ listen to music یعنی گوش دادن به موزیک. listen to music 5 glasses یا عینک. چی می آوردیم براش؟ چه فعلی؟ wear glasses right? wear glasses یعنی عینک زدن. wear glasses 6 a garden یعنی باغچه. چی بود فعلش؟ have a garden 7 vegetables یا سبزیجات. چه فعلی بود همراهش؟ eat vegetables right? خوردن سبزیجات. eat vegetables 8 to the movies گفتیم که چه فعلی با to the movies میاد؟ go to the movies right? میریم به سینما. go to the movies 9 history برای اینکه بگیم دارم این رشته رو میخونم چی میگیم؟ study right?
من دارم مطالعه میکنم، رشته رو دارم ادامه تحصیل میدم توی رشته. I study economy. من دارم اقتصاد میخونم. I study history. دارم تاریخ میخونم. بس study میشد. Study history. 10. Yoga. برای یوگا چه فعلی می‌آوردیم؟ do, right? Do yoga. درست. I do yoga. خب این از بخش listeningمون به این ترتیب گذشت. امیدوارم که اینا تمرین کنید این break phrase رو که خیلی کاربردی هستند توی انجام مکالمات. خب قسمت بعد بخش گرامر هستش که simple present positive and negative فرمش رو میخواد یاد بده. simple present به معنی حال ساده هست، positive یعنی فرم مثبتش و negative یعنی فرم منفیش رو میخوام یاد بگیریم. حالا اینجا پایین یه مقاله به ما داده یا آرتیکل داده و گفته که اونو بخونید. این مقاله چند تا هدلاین داره که هدلایناشو برای ما جای خالی گذاشته و گفته با توجه به متنی که میخونید هدلاین رو شما برامون انتخاب کنید. گفته read the article below, complete the things Sheila likes from 1 to 8 with a word or phrase from the list. گفته مقاله رو بخون و چیزهایی که چلا، حالا این خانومی که اینجا هست، دوست داره رو با لغاتی که زیر دادیم پر کن. ببین که در واقع چه چیزهایی رو راجع به فرهنگ آمریکایی دوست داره. اول لغت کافی است به معنی قهوه، فست فود به معنی غذاهای فست فودی، فریویز به معنی آزادراها، مالتیکالچرالیسم یعنی چند فرهنگی، سپورتس به معنی ورزش، the freedom به معنی آزادی، the language به معنی زبان و the weather به معنی آب و هوا هست. حالا با هم دیگه این آرتیکل رو میخونیم. آرتیکل در قسمت پایین اینجا گفته که My name's Chella, I'm an engineer, I like. اسم من هست چلا، من یک مهندس هستم. I'm an engineer. I like. من دوست دارم. حالا چیزایی که گفته دوست دارم و لیست کرده اینجا. قسمت اول در هدلاین آرتیکلمون هست What Americans like about the US. چیزهایی که آمریکایی ها دوست دارن درباره ایالات متحده. به طور کلی میگه آمریکایی‌ها چی آمریکا رو دوست دارن. Number 1 multiculturalism یعنی اینکه چند فرهنگ. درسته که توی آمریکا چندین فرهنگ مختلف وجود هست. همه کشورها میرن مهاجرت میکنن حالا به آمریکا و واقعا چند فرهنگی توش خیلی زیاده. حالا آمریکایی‌ها اینو خیلی دوست دارن. People from all over the world live in the US. میگه مردم از سراسر جهان live in the US توی ایالات متحده زندگی میکنن. live in حرف اضافهش اینه. and they live together happily یعنی که با هم با خوبی و خوشی زندگی میکنن همه با هم دیگه. usually معمولا، حالا گاهی هم با هم خوب نیستن. خب number 2 حالا باید حدس بزنیم راجع به کدوم یکی از اون چیزایی که بالا گفت هستش. English is international. I speak English, you speak English, I don't have communication problems. خب اینجا متوجه میشیم که داره راجع به language صحبت میکنه یا راجع به زبانش داره صحبت میکنه. میگه انگلیسی هست بین المللی، داره میگه انگلیسی زبان بین المللی هست. من انگلیسی صحبت میکنم، تو انگلیسی صحبت میکنی و من هیچ مشکلی توی ارتباط برقرار کردن ندارم. communication به معنی ارتباط هست، problem هم به معنی مشکل هست. داره میگه اگه تو انگلیسی صحبت کنی و من هم انگلیسی صحبت کنم پس مشکلی تو ارتباط گیری نداریم با هم دیگه. پس شماره 2 میشه the language یا زبان. شماره 3 I have a large cup of coffee every day. When I'm in a hurry I go to drive-through and buy it from my car. اینجا have بچه به معنی خوردن هستش. have هم به معنی داشتن بود و هم به معنی خوردن هست. هر روز یه لیوان قهوه بزرگ میخورم. When I'm in a hurry میگه وقتی عجله دارم. I go to drive-through. drive-through چیه؟ drive-through بچه یه جاهایی هست که با ماشینت میری قهوه میخری. دیگه نیاز نیست پیاده بشی، با همون ماشین میری همونجا حساب میکنی، قهوه رو تحویل میگیری و میری. میگه میرم drive-through و میخرم قهوه از توی ماشینم. پس اینجا شماره 3 میشه کافی. شماره 4
I wear what I want. I say what I want. I do what I want. میگه که هر چی بخوام میپوشم، هر چی بخوام میگم و هر کاری دلم بخواد میکنم. این بهش میگیم توی تمام زبانها freedom یا آزادی، درسته؟ که هر کاری که دوست داشته باشیم انجام بدیم. پس شماره 4 میشه the freedom. شماره 5 I like all kinds of sports but I really like basketball. میگه همه نوع ورزشی رو دوست دارم ولی بسکتبال رو حالا به صورت خاص و ویژه دوست دارم، واقعا دوستش دارم. But my favorite basketball team is the Golden State Warriors. میگه تیم بسکتبال مورد علاقه‌ام Golden State Warriors هست. I watch their games on TV و بازیشون هم توی تیوی یا تلویزیون تماشا میکنم. شماره 5 پس میشه sports به معنی ورزش. و number 6 we drive a lot. The freeways are very fast and have a lot of car lanes. میگه ما خیلی این ور اونور میریم با ماشین، رانندگی زیاد میکنیم. drive به معنی رانندگی کردن. و آزاد راه ها هم سریع میتونیم باش مثلا رانندگی کنیم و have a lot of car lanes. خیلی هم لاینای زیادی برای ماشین داره. It's really easy to drive from one place to another. با وجود این آزاد راه ها خیلی راحته که رانندگی کنیم از یک مکان به مکان دیگر. پس هدلاین این میشه freeway یعنی آزاد راه. Number 7 I love the fall weather. من عاشق آب و هوای پاییزیم. A good fall day is cool but not too cold. میگه یه روز خوب پاییزی cool یعنی خنک، cold یعنی سرد. خنکه ولی خیلی سرد نیست. Sometimes it rains in the fall but it doesn't rain every day. میگه گاهی اوقات توی پاییز بارون میاد ولی همیشه یا هر روز بارون نمیاد. Every day به معنی هر روز. هر روز بارون نمیاد. Number 7 is the weather یعنی آب و هوا. Number 8 My boyfriend cooks really good hamburgers and the US is great for fast food. میگه دوست پسرم خیلی همبرگرهای خیلی خوبی میپزه. متحده یا آمریکا هم عالیه توی کار فست فود. پس هدلاین ها به ترتیب multiculturalism, language, coffee, freedom, sports, freeways, weather and fast food. میگردیم بالا میریم صفحه 128 تا با گرامر حال ساده بیشتر آشنا بشیم. گرامر این درس راجع به حال ساده یا simple present هست. فقط هم قراره که فرم مثبت و منفیش رو یاد بگیریم. که ما بخوایم یه فکتی رو یه حقیقتی رو بخوایم بگیم از این زمان استفاده میکنیم. کاربردش تقریبا میشه گفت زیاد هستش توی انگلیسی. بخوام روتینم رو بگم، بخوام راجع به خودم یه سری اطلاعات بدم، یه سری حقایق رو راجع به خودم بگم، ازش استفاده میکنم. بخش یک I speak English. من صحبت میکنم انگلیسی. این یه حقیقتی، یه اطلاعاتی راجع به خودم دارم میدم. پس از حال ساده استفاده میکنم. I speak English. Americans like fast food. آمریکایی ها دوست دارن فست فود رو. My mother cooks great food. مادرم میپزه غذای خیلی خوبی. خب اینجا دقت کنید که مامان من سوم شخصه، درسته؟ و اینجا فعلم اس گرفته. الان راجع به همین میخوایم صحبت کنیم. I don't drink tea. من چای نمی نوشم. We don't live in a large city. ما توی یک شهر بزرگی زندگی نمی کنیم. He doesn't play the guitar. او گیتار نمیزنه. گیتار نمی نوازد. خب میبینید که باز هی اینجا فرق داره مدلش. خب الان توضیح میدیم که این چه قاعده ایه. توضیح راجع به فرم simple present بدیم. باید بدونید که simple present توی تمام ضمایر به صورت ساده میاد فعلمون به جز سوم شخص مفرد. توی سوم شخص مفرد میبینید که فعلمون اس گرفته. چه ضمایری رو سوم شخص مفرد ما در نظر بگیریم؟ هی و شی و ایت که مشخصه سوم شخص مفرد هستن. حالا یه سری اسامی هستن، مثلا my mother, my father, my son
my sister, my brother. میبینید که همشون مفرد هستن و اینها هم همه ضمایر سوم شخص محسوب میشن. چرا؟ چون مادر من در واقع مثلا ضمیر she هست، پدر من در واقع همون ضمیر he هست. بعد مثلا حیوانات رو داریم که همشون ضمایر سوم شخص محسوب میشن. مکانها رو داریم، مثلا the school, the shop, the supermarket و غیره و غیره. تمام مکانها اگر به صورت جمع نباشن، ضمیر سوم شخص مفرد میتونیم قرارشون بدیم. اشیا a needle یه سوزن، book یه کتاب، a notebook یه دفتر. تنها نکته‌ای که این زمان داره همین هستش که ما فعل اصلیمون رو همیشه ساده میاریم توی تمام ضمایر، به جز سوم شخص مفرد فعلمون اسم میگیره. به عنوان مثال اینجا خودش صرف کرده فعلو. I work من کار میکنم، you work تو کار میکنی، he works او کار میکند، she works اون خانومه کار میکند، we work you work they work. به این ترتیب. watch رو در نظر بگیریم. watch به معنی تماشا کردن. I watch you watch he watches she watches we watch you watch they watch. فعل بعدی فعل go رو در نظر بگیریم به معنی رفتن. I go you go he goes she goes we go you go they go. و همینطور برای فرم منفی از دو تا فعل کمکی دیگه استفاده میکنیم که بیان بهمون کمک کنن فعلمون رو منفی کنیم. از don't برای تمام ضمایر، از doesn't فقط برای ضمیر سوم شخص مفرد استفاده میکنیم. جایگاهشون چیه؟ بعد از فاعل میاد. don't بعد از فاعل میاد، doesn't هم بعد از فاعل میاد و فعلمون رو منفی میکنه. به مثال ها توجه کنید. I don't work من کار نمی کنم. این don't اومد قبل از فعلمون قرار گرفت، بعد فاعلمون قرار گرفت و فعلمون رو منفی کرد. You don't work you don't work تو کار نمی کنی. He doesn't work she doesn't work او کار نمی کند. We don't work ما کار نمی کنیم. You don't work شما کار نمی کنید. They don't work آنها کار نمی کنند. پس چون امویزار نداریم، هیچ فعل کمکی نداریم، با استفاده از don't و doesn't جملمون رو منفی می کنیم. خب حالا توضیحات این گرامر رو با هم مرور کنیم. قسمت اول گفته We use the simple present for things that are generally true or are habits. خب داره میگه که ما استفاده میکنیم از حال ساده برای چیزهایی که به طور کلی درست هستن، یعنی فکت هستن، حقیقت هستن، و چیزهایی که به صورت عادت هستن. به عنوان مثال برای فکت بخوایم بگیم The sky is blue آسمان آبی است. Okay? Most of the Iranian like قرمه سبزی. مثلا اکثر ایرانی‌ها قرمه سبزی رو دوست دارن. درسته یه چیز کلی هستش. معمولا این اتفاق درست یا true هستش. اوکی؟ برای همین از حال ساده برای اینکه بخوام این جمله رو بگم استفاده کردم. یه چیزایی که به صورت habit هستن، عادت هستن. مثلا I go to school every day هر روز میرم مدرسه و اینجا فعلمو ساده آوردم. فعل go به معنی رفتن رو ساده آوردم. یا I go to the gym on weekends مثلا آخر هفته ها میرم باشگاه، برام عادته، همیشه این کار رو میکنم. پس با حال ساده بیانش میکنم. همچنین دوستان یکی از نشانه هایی که حال ساده داره کلمه every هستش. اگر تو جمله every دیدین معمولا اون جمله با حال ساده اومده، چون every به معنی هر داره تکرار رو، داره عادت رو نشون میده. مثلا every day هر روز، every night هر شب، every week هر هفته، every year هر سال این کار رو میکنم. مثلا دارم از عادتم که دارم تکرارش میکنم حرف میزنم و به همین خاطر باید از حال ساده برش استفاده کنم. نکته بعدی کانترکشن ها یا همون خلاصه نویسی ها هستش که گفته don't
مخفف do not هست و doesn't مخفف does not. برای املای کلمات میتونید این نکته رو مد نظر داشته باشید. نکته بعدی to make negatives we use don't or doesn't plus verb base form. خب میگه که برای اینکه بخوام یه جمله منفی بسازیم برای حال ساده از don't و doesn't قبل از فعلمون استفاده میکنیم. فعلمون دوستان توی جملات منفی همیشه به صورت ساده میاد، یعنی دیگه اون سوم شخصمون اس نمیگیره. توی جملاتی که منفی هست دیگه اسشو میده به does. اوکی؟ مثلا he doesn't work، او کار نمی کند. برای work دیگه اس نیاوردم، ساده آوردمش. پس اینم نکته است، نباید بگیم he doesn't works، اشتباس این جمله. این اسی که داریم راجبش صحبت میکنیم برای حال ساده فقط در جملات خبری مثبت کاربرد داره. اگر جمله من منفی بود، اگر جمله من سوالی بود، دیگه اون اس کاربردی نداره، اس رو قرار نمیدم. یه سری قوانین بچه هست برای اسپلینگمون که وقتی گرامر درس 2A رو داشتیم کار میکردیم باش مواجه شدیم. اینجا هم همون قوانین پابرجاست. قوانین چیا بودن؟ وقتی کلمه‌ای گفتیم به CH, SH, O, Z, X and S ختم بشه، ما به جای اینکه S بذاریم ES میذاریم. اینجا هم همون قوانین پابرجاست. میبینید که داره میگه I work, he works. I play, he plays. I live, he lives. همشون اس گرفتن، ولی فعل watch که به CH ختم شده و فعل finish که به SH ختم شده ES گرفتن. فعل go و do که به O ختم شدن ES گرفتن. پس باید به این نکته توجه کنید که اگر فعلمون به CH, SH, O, Z, X, S ختم شد، به جای اینکه S بذاریم ES بذاریم. و همطور فعل استادی که به وای ختم شده و قبل از وای هم حرفمون بی صدا هستش، وای تبدیل به IES میشه. وای خط میخوره، IES می نویسیم. قسمت بعد گفته the spelling rules for the he, she, it forms are the same as for regular plurals. همین قوانین میگه اینجا هم پابرجان. و اینجا قسمت بعد گفته که be careful with some he, she, it forms. خب بعضی جاها فعلمون دیگه مثل فعل have اس نمیگیره، نمیایم بگیم he haves. شکلش کلا تغییر میکنه، فرمش کلا تغییر میکنه. I have, you have, he has, she has, it has. به این ترتیبه. We have, you have, they have. و قسمت سوم شخصمون has میگیره. و همطور I go که میشه he goes, I do که میشه he does. es میگیرن. به این نکات توجه کنیم. با هم بریم تمریناش رو حل کنیم. در بخش تمرینات گفته change the sentences، یعنی جملات رو تغییر بده. فاعلش رو خودش نوشته، فاعل رو تغییر داده و با توجه به فاعل ما با فعل مناسب بیاریم. My mom drinks tea. مامانم سوم شخص مفرد هست، درسته؟ برای همین برش اس آورده. مامانم چای می نوشه. I drink tea. I drink tea. من چای می نوشم. اس ندارم دیگه چون سوم شخص نیست، ضمیر I. I go to the movies. من میرم به سینما. She goes to the movies. She goes to the movies. حتما فعلمون باید es بگیره چون به او ختم شده. We live in a house. ما توی خونه زندگی میکنیم. He lives in a house. He lives in a house. اون توی خونه زندگی میکنه. چون سوم شخص ضمیر he از اس باید استفاده کنیم. She has 2 children. او دارد 2 بچه. They have 2 children. They have 2 children. گفتیم فعل have توی سوم شخص مفرد به has تبدیل میشه. My dad doesn't like cold weather. پدر من هوای سرد رو دوست نداره. I don't like cold weather. من هوای سرد رو دوست ندارم. پدر من سوم شخص doesn't میاریم برای منفی کردن. ضمیر من
اول شخص don't میاریم برای منفی کردن. The stores close at 9. میگه که فروشگاه ها ساعت 9 میبندن. The supermarket closes at 9. چرا؟ چون سوپرمارکت سوم شخص مفرده ولی the stores چون جمع هست در واقع ضمیر they محسوب میشن. ساده اومده اینجا. در اینجا es میگیره. We don't study French. ما زبان فرانسه مطالعه نمی کنیم یا زبان فرانسه نمی خونیم. My sister doesn't study French. خواهر من سوم شخص از doesn't برای منفی استفاده کردم. My husband does housework. میگه همسر من کار خونه رو انجام میده. I do housework. I do housework. من کار خونه رو انجام میدم. برای من که ضمیر سوم شخص نیست از do استفاده میکنیم. I want a guitar. من یک گیتار میخوام. My son wants a guitar. میگه پسر من که سوم شخص مفرد هست و اسم میگیره میخواد یک گیتار. I don't work on Saturdays. من شنبه ها کار نمی کنم. My friend doesn't work on Saturdays. دوست من شنبه ها کار نمیکنه. چون دوست من سوم شخص از doesn't استفاده میکنم. The show finishes at 5. The show finishes at 5. میگه که این نمایش ساعت 5 تموم میشه. Our classes finish at 5. چون classes جمع هست از فعل ساده استفاده میکنیم. تمرین بعدی گفته complete the sentences with a positive or negative verb. گفته این جملات رو با مثبت منفی با یه فعل مثبت منفی کامل کن. خب خودش گفته اینجا مثبت گذاشته یعنی فعلمون رو مثبت بگیم. اگه منفی گذاشته بود یعنی فعلمون رو منفی بگیم. با توجه به اینا eat خوردن، have داشتن، listen گوش کردن، play بازی کردن یا حالا زدن نواختن، read خواندن، speak صحبت کردن، study مطالعه کردن، work پوشیدن و work هم کار کردن هستش. they study economics. اونا اقتصاد میخونن. اقتصاد. Pedro doesn't work in an office. میگه که پدرو توی یه شرکت کار نمیکنه. doesn't work چون گفته منفی کن. doesn't work چون سوم شخصی از does استفاده کردیم. Eva reads book in English. میگه که ایوا میخونه کتاب‌ها رو به زبان انگلیسی. کتاب‌ها رو به زبان انگلیسی میخونه. ایوا با سوم شخصی از اس استفاده کردیم. You speak Arabic very well. میگه که شما خیلی عربی خوب صحبت میکنی. I don't play games on my phone. من رو گوشیم بازی نمیکنم. پس don't آوردم چون سوم شخص نیست. Paulo wears glasses. پاولو سوم شخص اس آوردم براش. میگه که پاولو عینک میزنه. We listen to music in the car. ما توی ماشین به آهنگ یا موزیک گوش میدیم. They don't eat fast food. اونا fast food نمیخورن. And Julia has 3 children. جولیا 3 تا بچه داره. جولیا سوم شخص has براش آوردیم. خب به همین ترتیب اینم از تمرین‌ها. امیدوارم که تمرین کنید و کار کنید یاد بگیرید. خب رسیدیم به بخش پرونانسیشن سوم شخص. این اس سوم شخص. در این کات گفته final s or es. The pronunciation rules for verbs ending in s and es are the same as for plural nouns. میگه که همه این قوانین همون قوانینیه که ما توی فصل دوم باهاش برای اسمهای جمع توضیح دادیم براش. دقیقا همون قوانین هستش که اگر به اس یا که اگر به y خط شد تبدیل به IES میشه. اگر به CH SH O خط شد ES میگیره. به همین ترتیب همون قوانین قبلی هستش که قبلا براتون توضیح دادم. بعد گفته که how do you pronounce these plural nouns. گفته اینا رو چجوری تلفظ میکنی. books, keys, watches, right? is, z and s به این ترتیب. و در بخش پایین گفته listen to the sounds and sentences. گفته به این جملات صداش گوش بده. then listen and repeat و
گوش بده و تکرار کن. She speaks Arabic. He drinks a lot of coffee. He cooks every day. میبینید که همشون صدای س میدن. It rains a lot. He has a cat. She does yoga. He goes out on Friday night. همشون صدای ز میدن. He watches American shows. The movie finishes in a minute. The bookstore closes at 10. همشون صدای از میدن. حالا من وایس رو میذارم تا بیشتر آشنا بشید. She speaks Arabic. He drinks a lot of coffee. She cooks every day. Z. It rains a lot. He has a cat. She does yoga. He goes out on Friday night. Is. He watches American shows. The movie finishes in a minute. The bookstore closes at 10. بخش بعد گفته listen, change the sentences. گوش بده و جملات رو تغییر بده. مثلا I live in an apartment. حالا با she بخوام بگمش میگم she lives in an apartment, right? لیسنینگش رو تویم با هم گوش بدیم. 1. I live in an apartment. She lives in an apartment. 2. I need a new phone. I need a new phone. He. با he بخوایم بگیم میگیم he needs a new phone, right? He needs a new phone. یعنی با اس بیاریم براش چون سوم شخصه. He needs a new phone. 3. They work in an office. She works in an office. 4. We wear glasses. He wears glasses. 5. They finish at 8 o'clock. It finishes at 8 o'clock. 6. I want a coffee. She wants a coffee. 7. They have 2 children. He has 2 children. 8. We do homework. She does homework. 9. They study French. He studies French. 10. They go shopping. She goes shopping. بخش بعد work in pairs. Tell your partner 6 true things about you. 3 positive and 3 negative. خب میگه که گروهی با هم کار کنید 6 تا جمله و 6 تا حقیقت راجع به خودتون بگید. 3 تا از جملات مثبت باشه 3 تا منفی باشه. و گفته choose verb phrases from vocabulary bank verb phrases page 153. میگه از vocabulary bank صفحه 153 هم میتونید استفاده کنید و verb phrases رو به کار ببرید. مثلا I play tennis. من تنیس بازی میکنم. I don't wear glasses. من عینک نمیزنم. خودش این مثال رو زده. برای تقویت رایتینگ و اسپیکینگتون میتونید جمله بنویسید. بچه هم میتونید بگیدشون برای تقویت اسپیکینگ، هم میتونید بنویسیدشون برای تقویت رایتینگ. مثلا من میگم که I go to school. من میرم مدرسه every day. هر روز. I don't play guitar. من گیتار نمیزنم. بلد نیستم بزنم. I wear glasses. من عینک میزنم. I have a garden. یه باغچه‌ای دارم. I don't study French. میتونید verb phrase بسازید همطور برای خودتون. و قسمت ای گفته change partners. Tell your
new partner the 6 things about your old partner. خب میگه حالا مثلا تغییر بدید پارتنرهاتون رو و راجع به اون پارتنر قبلی 6 تا چیز به پارتنر جدیدتون بگید. برای چی این تمرین رو داده بهتون؟ برای اینکه بتونید راجع به ضمیر او صحبت کنید، راجع به کسی که سوم شخص مفرده صحبت کنید. مثلا پارتنر قبلی من اسمش ایوا بوده و من راجبش میخوام صحبت کنم. میگم ایوا plays tennis. ایوا plays tennis. میبینید که برای سوم شخص مفرد اس آورده. میگه ایوا تنیس بازی میکنه. She doesn't wear glasses. او عینک نمیزنه. از doesn't باز برای منفی استفاده کرد. شما میتونید این تمرین رو انجام بدید، خیلی کاربردیه. قسمت 4 reading. Read the article on the right. میگه مقاله سمت راست رو بخون. Right pick. میگه تیک بزن. If the person is positive about the country he or she lives in. میگه اگر شخص راجع به کشوری که توش داره زندگی میکنه نظر مثبتی داره تیک بزن. و if he or she is negative میگه اگر نظر منفی داره ضرب بزن. و if he or she is positive and negative اگر هم نظرش مثبت هم منفی تیک و ضرب رو با هم دیگه بزن. و گفته give reasons for your answers. راجع به نظراتی که داری میدی میگه دلیل بیار. خب با هم دیگه بخونیم هدلاینش. What Americans who live abroad think about other countries. میگه آمریکایی هایی که خارج زندگی میکنن راجع به اون کشورهای دیگه چه نظری دارن یا چجوری فکر میکنن. خب what به معنی چطور، چه، Americans به معنی آمریکایی ها، who live abroad که خارج زندگی میکنن، think فکر میکنن، about راجع به other countries کشورهای دیگه. اولین شخص اسمش هست سارا. 36 is from New York. She lives in the UK. سارا که 36 سالشه از نیویورک هست و توی UK یا بریتانیا زندگی میکنه. حالا نظرشو گفته. In the US we work really hard. میگه توی آمریکا، توی ایالات متحده ما خیلی سخت کار میکنیم، خیلی پرتلاشیم. Sometimes we don't take vacations because we work so hard. میگه بعضی اوقات ما حتی تعطیلات هم نمیریم، یعنی مرخصی هم نمیگیریم because چون خیلی سخت کار میکنیم. British people are different. میگه بریتانیایی ها فرق میکنن. different یعنی متفاوتند. They only want to finish work and go home. اونا فقط میخوان تموم کنن کار رو و برن خونه. میگه اونا فقط دوست دارن سری کار تموم کنن و برن خونه. خب این نظر سارا بود. بعدی امی 22 is from Tennessee. اهل ایالات تنسی و 22 سالشه. She lives in Thailand. الان هم تو تایلند زندگی میکنه. I really like the weather. میگه آب و هوا رو خیلی دوست دارم. آب و هوای تایلندو. It's very hot and it rains a lot from June to October. میگه خیلی گرمه و همطور بارون هم زیاد میاد از ماه جون تا ماه اکتبر. Also همچنین the people are very friendly. میگه مردم خیلی صمیمیان، خیلی دوستانه رفتار میکنن. Everybody smiles. همه لبخند به لب دارن. I love it. و عاشقشن. بعد نظرش مثبت راجع به تایلند. و بعدی جین 22 is from Connecticut. میگه جین که 22 سالشه اهل ایالت کنتیکت هست و she lives in Argentina. توی آرژانتین زندگی میکنه. Argentina is a beautiful country and the people are very warm and friendly. میگه خیلی کشور زیبایی هست آرژانتین و مردم هم خیلی گرم و صمیمی هستن. They like to talk to foreigners. میگه آنها دوست دارن تا با خارجی ها صحبت کنن. foreigners به معنی خارجی ها. And they are interested in other countries. و علاقه دارن به کشورهای دیگه. Interested in به معنی علاقه داشتن. حرف اضافهش همیشه اینه بچه ها. اینو در نظر داشته باشید. مثلا I am interested in other countries. من به کشورهای دیگه علاقه دارم.
Something I don't like is the weather in winter. میگه چیزی که دوست ندارم آب و هوای زمستونشه. Sometimes it's very cold. گاهی اوقات خیلی سرده. پس هم نظرش مثبت هم منفی. Gabby 30 is from Minnesota. She lives in Mexico. گبی که 30 سالشه از مینسوتاست و توی مکزیک هم زندگی میکنه الان. My favorite thing is in Mexico is the tacos al pastor. خب میگه چیزی که مورد علاقه منه از مکزیک همون تاکو آل پاسترش هست، یعنی همین تاکوهای خیلی معروفش. We don't have tacos al pastor in the US. میگه همچین چیزی رو تاکو آل پاستر توی US نداریم، توی ایالات متحده نداریم. Some people think Mexican food is spicy. میگه بعضی افراد فکر میکنن که غذاهای مکزیکی خیلی تندند. Spicy به معنی تند. But I love it. ولی من عاشقشم. Everything about Mexico is great. میگه همه چی راجع به مکزیک خوبه except بجز the traffic in Mexico City. میگه ترافیک مکزیکو سیتی. پس همه چی خوبه غیر از ترافیکش. It's very slow. یعنی خیلی آروم و یعنی خیلی کنده ترافیک. پس اینم نظرش مثبت منفی میشه گفت. قسمت بعد Eric 28 is from New York. اریک اهل نیویورکه و 28 ساله. He lives in Iceland. الان تو ایسلند زندگی میکنه. Iceland can be very cold and gray. میگه کشور ایسلند میتونه خیلی سرد و همینطور دلگیر باشه. gray به معنی رنگ خاکستری هم هست، خب به معنی تیره، و اینجا به نظر من به معنی اینه که خیلی دلگیره. And it rains a lot. و خیلی هم بارون میاد. For me food is a problem. میگه برای من غذا یک جور مسئله و مشکل و معضل هستش. They eat a lot of fish and seafood here. میگه اینجا خیلی ماهی و غذای دریایی میخورن. And I don't like fish or seafood. و من ماهی و سیفود غذای دریایی دوست ندارم. I don't like. دوست ندارم. پس نظرش کلا منفیه به نظر من اریک. بعدی کریستینا 21 is from California. She lives in Morocco. خب اهل کالیفرنیا کریستینا و در کشور مراکش زندگی میکنه. I love Morocco. Why؟ میگه من عاشق مراکشم. چرا؟ Because چون I like the culture, the art, the history. میگه عاشق فرهنگ، هنر و تاریخشم. It's a beautiful country too. میگه کشور زیبایی هم هست. Especially the Atlas Mountains. میگه مخصوصاً کوههای اطلس. The only thing I don't like. میگه تنها چیزی که دوست ندارم چیه؟ It's difficult for women to travel alone. میگه برای یه خانوم خیلی سخته که به تنهایی سفر کنه. Alone تنهایی، travel به معنی سفر کردن. میدونید که مراکش هم یه کشور اسلامی است و خب یه سری محدودیت ها برای خانوم ها داره. خب بریم با هم دیگه ببینیم قسمت بعد چی گفته. گفته read the article again, complete the sentences with the name. خب گفته که با جای خالی رو با اسم این افراد پر کن. مثلا کی بود که آب و هوا رو دوست داشت؟ like the weather. کی بود که آب و هوا رو دوست داشت؟ اون کسی که تو تایلند بود آب و هوا رو دوست داشت. امی مثلا شماره 1 میشه امی. و گفته کی don't like the weather. کیا بودن که آب و هوا رو دوست نداشتن؟ یکی اونی که مکزیک زندگی میکرد گفت آب و هوای زمستون. اونی که آرژانتین زندگی میکرد میگفت آب و هوای زمستونیشو دوست ندارم، جین. و همینطور اریک که توی آیسلند زندگی میکرد. پس اینجا میشه جین and اریک دوست نداشتن آب و هوا رو. شماره 3 likes the food. کی بود که غذا رو غذاشو خیلی دوست داشت؟ گبی عاشق تاکو آل پاستر بود. و شماره 4 گفته doesn't like the food. غذا رو دوست نداشت. باز اریک بود که غذای آیسلند رو دوست نداشت چون بیشتر غذای دریایی بود. شماره 5 کی و کی think the people are friendly. فکر کردن مردمشون خیلی فرندلی و دوستانه هستن. جین که فکر میکرد آرژانتینیا اینطورین و همینطور امی که فکر میکرد تایلندیا اینطورین. شماره 6 thinks the food costs a lot. فکر میکرد که هزینه غذا خیلی زیاده. توی هیچ کدوم از اینا ما همچین چیزی نداشتیم. پس اینجا بچه‌ها میتونید بنویسید nobody. هیچ کس فکر نمیکرد که غذا خیلی
هزینه‌اش زیاده. شماره 7 Thinks Americans work very hard. فکر می‌کرد که آمریکایی‌ها خیلی کار میکنن. سارا بود. شماره 1. حالا گفته look at 2 words from the article, match them to their meanings. What do you think everywhere means? خب گفته به این 2 تا لغت نگاه کن و معنیشو ببین که کدومی که از این 2 تا به معنی all things هست، یعنی همه چیز. Everything به معنی همه چیز هست. Everything به معنی همه چیز. و بعدی all people به معنی تمام افراد هست که everybody به معنی همه کس، همه، به طور کلی به معنی همه. All people means everybody. All things mean everything. حالا گفته everywhere فکر میکنید معنیش چی؟ everywhere به معنی همه جا هست. قسمت speaking گفته complete the sentences under each heading in your own words. Think about why you like or don't like them. گفته جملات زیر رو با توجه به اون چیزی که فکر میکنی پر کن. مثلا قسمت اول Things I like about my country. چیزهایی که من دوست دارم راجع به کشورم. چیا هست؟ با لغاتی که خودتون بلدید پر کنید. My favorite thing about کشورمون که ایران هست. مثلا چیزی که راجع به ایران دوست دارم. My favorite thing about Iran is مثلا the culture, the food and the people. Culture به معنی فرهنگ، food به معنی غذا، the people به معنی مردم. اینا رو راجع به کشورم دوست دارم. I really love من واقعا دوست دارم. I also like من همچنین دوست دارم. میتونید با این جملات مثلا بگید I really love the food. خیلی غذا رو دوست دارم. I also like the nature. طبیعتش رو هم خیلی دوست دارم. و جمله دوم گفته things I don't like about my country. چیزهایی که دوست ندارم راجع به کشورم. One thing that I don't like is یک چیزی که دوست ندارم هست مثلا the policy. مثلا سیاستش رو دوست ندارم. Okay? One thing that I don't like is the policy or one thing that I don't like is the culture. مثلا فرهنگ بعضی قسمت‌های کشورم رو دوست ندارم. I also don't like من همچنین دوست ندارم مثلا the traffic in big cities. ترافیکی که توی شهرهای بزرگ هست رو دوست ندارم. و گفته compare your sentences with a partner and say why. میگه با یه پارتنری جملاتی که داری رو مقایسه کن و بگو که چرا، مثلا دلیلت برای دوست داشتن یا دوست نداشتن این قسمت ها چی هست. Do you like the same things. آیا چیزایی که دوست داری شبیه همه یا نه. My favorite thing about Italy is the food. میگه چیزی که مورد علاقه راجع به ایتالیا غذاست. Because چون I love pasta and real Italian pasta is fantastic. میگه چون من عاشق پاستام و پاستای ایتالیایی اصل واقعا فوق‌العاده است. Real Italian pasta یعنی پاستای ایتالیایی اصل. لغت خیلی قشنگه به معنی فوق‌العاده. توی کاد گفته که useful words why and because. خب 2 تا لغت خیلی کاربردی داریم. why به معنی چرا و because به معنی زیرا. وقتی با why ازتون سوال میپرسن میتونید با زیرا جوابشو بدید. Use because to answer the question why. وقتی که سوالی با why پرسید از because برای جواب دادن بهش استفاده کنید. I don't like the weather. این آب و هوا رو دوست ندارم. Because it rains a lot. چون خیلی بارون میاد. مثلا اگه من از شما بپرسم Why don't you like the weather؟ ازتون بپرسم چرا این آب و هوا رو دوست نداری؟ میتونی بگی Because it rains a lot or because it's really cold or because it's really hot. چون خیلی سرده، خیلی گرمه یا خیلی بارون میاد. میتونی با because سوالی که با why ازتون پرسیدن رو جواب بدی. خب این بود از قسمت 3A. این بود از بخش 3A
از کتاب American English File Number 1. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و کاربردی. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که من حمایت کنید، چون با حمایته که من انگیزه میگیرم که بیشتر ویدیو بسازم. ممنونم که با من بودید. Take care and bye bye.